نوارهای نادری سرپوش عظیمی که به زودی روی یک راکتور نیروگاه اتمی چرنوبیل را می‌پوشاند. از نیمه ماه نوامبر سپر نوی آهنین به تدریج روی تابوت کهنه نیروگاه حرکت می‌کند. یوهن کاتونین معاون رئیس نیروگاه اتمی چرنوبیل اصول حرکت سرپوش 31,000 تنگی را به رادیو آزادی نشان داد. Перед нами система домкратів, яка پیش ما سیستم بار بردار ایستاده است که قسمت اولش بار را می کشد، قسمت عقب تله می دهد. همین گونه ما سرپوش را بر روی راه تفلانی حرکت می دهیم و روزهای نزدیک روی واحد چهارم می پوشانیم. ترکیش در راکتور چهارم نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 بدترین فلاکت نیروگاه اتمی در تاریخ به شمار می رود. در آن زمان برای پیشگیری از پهنشوی رادیاسیون روی راکتور را زود با سمنت پوشاندند، ولی آن دیگر مثل پیشینه کارآمد نیست. سرپوش نو بالای قبط سمنتی می رود. 110 متر و بلندتر از مجسمه آزادی و وسیع‌تر از کشتی تیتانیک است. برای ساختن آن جامعه بین الملل 3 میلیارد دلار داده است. планується 3-4 доби для того, щоб سرپوش در 3 یا 4 مرحله به جایش برده می شود، ولی ما چند روز دیگر داریم تا عملیات را درست انجام دهیم. هیچ کس شتاب نمی کند. اول از همه امنیت است. ما می خواهیم بعد پوشانیدن تابوت کهنه قسمت های لرزانک آن را ویران کنیم. پیش از عملیات عظیم، رادیو آزادی را به اتاق چنگ زده اداره راکتور چهارم راه دادند. در اینجا کارمندان کار راکتور را تفتیش می‌کردند که فلاکت رخ داد و راکتور چهارم ترکید. اینجا تالار توربینه هاست که مواد رادیواکتیو خارج شده سبب آتش گرفتن بام نیروگاه شد. رادیو آزادی یگانه رسانه است که بعد از سقوط شوروی بار اول به این تالار هنوز هم زهرآلود راه یافته است. برای پوشانیدن بالای واحد چهارم نیروگاه کار زیاد مانده است. در آخر سال 2017 دیوارهای می‌سازند که به تمام راکتور را می‌پوشاند. بعد از ختم کار سرپوش تا 100 سال دیگر نمی‌گذارد مواد رادیواکتیو زهرآگین از اینجا خارج شود.